زنده باشی. چطوری عباس؟ جانجور بخیر. جانجور تیار هستی؟ شکر. برار تو مادر تو پیار تو همه خوب بودم؟ همه شکر خوب بودم. چای تنوریه، چای دگدونیه، برزون؟ بیشتر. ساز به؟ بیشتر خیلی خورمه گله. شیر مادر تو. زنده باشی. داغه. همیت خوبه. چیکار کنی؟ چیکار میکنی؟ برار کمر ما بشکه یک کیوم. یار این کتیر دیدم. چای دگدون دیدم. باید قدیم افتاده. اشته؟ تو مرد قدیمی دیگه. مرد قدیمی. 60-70 سال سندتونه. ببین خدا بیامرزه که فوت نشده بودن همیشه میده چای دم میکردم میخوام میخوردم. انا که فوت نشده بود. انا فوت نشده بودم. دم که فوت شده بود دیگه چای نمیخورده. نه دیگه. تو هم بر عشق میگی. نه با کولا را کجا بودی؟ کی؟ کولا به تو میگه گله. گله سه خیرات دادم تاقله. ماما نوروز چه ماما قصدین فوت کردی بیده گیر بداد با من. میگم تای منطقه ما که از فوت نگاه رخت و لباس هستونه. خدا که شما. گله. مادر موالی به تو سلام میگم. زنده بشی. بفهمیدی؟ و تو خیلی زیاد سلام میرسون. مادر که تو خیلی مایه دیگه. گفتم من مثل مادر خمایون بود. میفهمی گله. برزم پیاله چایه. من اینا چه پک کنم برزم. من خوردم. بفهمیدی؟ مادر ما پیاز مایم. پیاز مایم. خوش کردن. من گفتم گله که پیاز سر زمین خیلی دارم. من یک پیش تو گفت برو به گله که از طرف من. اون برو اندازه نیم کیلویی به خوب بکن. کنده ورد از هم جا کرده اندازه نیم کیلو. نیم کیلو نه آماده. برای چنده؟ ما بیان دو سه تورک پیش تو ببرم. گفت برو به گله کم یک 50 پیلم بده. بفهمیدی؟ کم یک هفته خو خرج کنه. باشه تو پیل بودم که دل تو جمع شه گله. خیر بینی. یعنی 50 بگیرک. بخو خرج کن. یک هفته خرجتون. برو 5 تا بخوردم. یک هفته خرجتون. زنده بشی. 5 تا تورک بده. 5 تا. اشته میبری. 5 تا. صبر کن من یاد ما برفته فرغون بیاوردم یا نآوردم. فرغون من اون ورد دیونه. فرغون من ورد. یک کار به تو میگم خب. ایت پشت زمینا دین اومد برو خب. که پیار مرتون نبینه پیار مگه از او ارنون سرش او نمیخوره. یار گیل لگراس میگی. بفهمیدی گردنم بند باشه میگم بابا نماز میخونی به مسجد پولا نماز بده پولا خوند مسجد بده میگه بابا یلک عیاد میره میگه عیاد میره. واقعیت 100%. گیل جو خیلی بینی. سکوتو من تو خیر بده. من چکار میکنم من تورکار بعضا چیز میکنم بعضا کم جا میکنم که خیلی شه. 5 تا دارم. نمیگم اصلا شطور بدید یا شطور دیدی نه. برو فرغون موارد رو ببرگ. پس مزود میرم نامی برام که دم نبیدم. برو فرغون موارد ببر. برای تو پیاله چای. با مادر خودم که روز داشتم تو دعا کنم. ساز بکره بیا خطیه. آخریار ورده آخریار پرار ورده. پرار ورده ببر به خاک خیلی بارک و پنجو. یک از سرزیتی خاطری به می پینجه دیدی. با عمرم پیار به می پینجه ری پا داده به اید به می سیری پیداد. خوبه خدا با مردم پیار میده با ما پیار داده خدا رسیل سفری زیتیه با ما خدا کنه زیتر یک موتورسیکل چیزی را برین ببره که بلکه میراثای اما با ما اون نمیمه. کجا بودی کجی جو؟ ما بریم پیش گلکنو. تنی خیریات باشه با. پیار پول دادن گفتم همه پولا پیازا اینا رو ببر بدی همون ما لکه بخریدی.
اردوپله اگر دانم بر میشه همه لکه بخیریم. یعنی اردوپل پیاز از برار ما شما پاک بخریدین؟ بخیریم. آخه برار ما که گفت اگه من اینا رو نمیفروشم اینا رو هم اگه به خونه میرزم که کم گرونتر شه میفروشم. من دیگه نمیفهم پیار لکه بخیریم ما با کار داریم پیازا رو همه لکه بخیریم در حال کم پولا بیونه اینا رو. با چنده بخریدین؟ گفتم پولا رو ببر بدیم. چند پوله؟ 5000 روپیه. بیونه ها؟ من امروز برار خوب گفتم من می پیازا خور میفروشی اگر میفروشی از این رفیقام یک خریدار می از تو میخره گفت اگه نه برار اینا رو من نمیفروشم اینا رو میبرم با خونه ها میرزم بعد از اون گرون شم میفروشم. حال فرق نمیکنه چی فرق میکنه تو مثلا اون مرتکی نداره. حال نمیفهمی من چند داده؟ نه من خبر ندارم. بسیار نشدی؟ مانو نشدی؟ جوره. خیلی سلامتی. شکر. کجا میری؟ تو این سرزمین ها. ها. چی پایت هستی؟ شکر الحمدلله. کجا بخیر؟ مرم او قله. ختم قرآن ها. ختم قرآن از کی نه؟ ها؟ از کی نه؟ همون دین ما. ها. شما خبر کرده؟ خبر کرده. شما خبر نکرده؟ نمیفهمم خبر ندارم. خوب. شاید هم بولار ما بره. بریم بخیر. روز فرغون به دستم بدید خیلی جالبه نگفت که فرغون ما دست تو چه کار میکنه بیلا اگه میدیدک زودیم فرغون برم بدون دست گله بچه گله اشتری جان قیده بله کجا بدی؟ سر پیازا چه کار میکنه؟ کی؟ پیاز میکنه آه خوبه دیگه آماده پیازا شما؟ کی؟ پیازا آماده بردنه 50-60 سیرید بکنه تورکه کجا میبرین چه کار میکنین اینا رو میگذارن به خونه یا نمیبرین میفروشین؟ نه نصف نه نمیگه تقبال بون بره زنی که خوش شب زمستون بره نخل طلا بدین همین کارا رو بکنین واقعی کارا خوب نیه گیلک چرا؟ هم پیاز تو یک جنسی میگذاری که گیرون شو کار خوبیه خاطر نانه من گوهقی من بگذار که ما بخو پران میخوره به اید معطلن که بار گیرون شو ببرین با بفروشین خب هبده به هبده خب سه پول کم چطه سه پول کم؟ خب سه پول کم ابده پول ابداری بیه انا میخرم یعنی به 20 روپیه 3 روپیه کم؟ 20 روپیه 3 روپیه کم گیلک چند خروار میشه پیازا؟ کتپاله نکنیم کتپاله نو بمونده دیگه می پلجی چرا که گلن 65 خروار بشه 65 خروار یک سکوتو تقریبا 50 تورک بچیندم 12 میتی چیزی میآید خب 50 تورک 12 منه چند میشه؟ خب کله تو خرابه کله فندقی زمین پره ما 2 روز میشه میکنه حالا اگه پیاز تو اونا میفروشی که همه چکی میتونه تو رفا کنه بسر زمین میام میبرم چند چکی خرج باله تو خرج باله توی چی داره تو رکا پیاز آماده بار میکنه میبرم حال به اونا نانه میکنه کندن به جام خود شما نکوکو خب میگم از زمین شما ما بکنم چند می به تو رکا آماده کنین تیار کنیم اینا رو به 15 روپیه ما 15 روپیه که چند ده 20 کم 5 روپیه باشه با بابا خو مسلیت بکنم باشه با بابا خو مسلیت بکنم چون کلون خونه ما تقریبا 10 شو میشه بابا ما شده چه 10 شو میشه بابا تا حال ما بدم اختیار داری سلام هی یاره که اختیار داری به دست تام باشه نیه سلیه در چنگم خطا خورد میفهمم از اولم سلیه اصلا به من گفتم تو دو خر سیوا کرده نمیتونی بگذار که 1-2 سال هم بابا تو کلینتری کنه تو جو یک خر نمیتونی حلده به پیشی بندازی که اونا رو بخوره دو خر که بیخی به جا نه اصلا به دور بدن خدا حافظ برای گوشنه حالا من خودی تو گپ زنیم یا خودی پیار تو نه برای خودی شو مادر ما گپ زن حالا من چکار کنم خودی تو گپ زنیم یا خودی پیار تو من با تو بگفتم برای خودی شو مادر ما گپ زن تا روزی که من کلون بخونه نبیدم هر روز جنگ و دعوا بود بزنم بگیره زده خورد یک سر زده خورد پید برا تو سیاره سر زمینه نه کجاه برای عبازو غلب خیرات اومدن قطعه برا و هر جا خیرات باشه آل خبریه منطقه دگر روزانیه خبری با غلول خیرات شاید به فرا هم بریم شما میرم
ولی کی میای پیاتو که مگابزونو فقط سرش میایه تا الله و تا روز سر و تا دیوماتی سر